زمان حال کامل استمراری. زمان حال کامل استمراری. زیاد درگیر اسمها نباش. بیا ببین کاربردش چیه این زمان و بیشتر سعی کن بدونی که کاربردش و ساختارش چیه، زمان ها چه موقعی باید چی بگی. اوکی؟ کاربرد زمان حال کامل استمراری وقتی بخوای بگی یه مدتیه یه کاری داره انجام میشه. یه مدتیه یه کاری داره انجام میشه. یه مدتیه یه کاری داره انجام میشه. این کاربرد زمان حال کامل استمراریه. ساختارش چیه؟ اول فاعل رو میاری، همون I, you, they, we اینا فاعلاتن. فاعلا رو میاری، بعد نسبت به فاعلت how or has میاری، یا have میاری یا has been. اوکی؟ مثلا میگم I have been. I have been. اینجا I subject همه، یعنی من. اوکی؟ فاعلمه. I have been. یا میگی she has been. اینجا فاعلتو که آوردی نسبت به فاعلت have یا has been میاری. اوکی؟ یا has been یا have been نسبت به فاعلت. مثال میزنم قشنگ متوجه میشی. کلا گرامر رو سعی کن با مثال یاد بگیری. اوکی؟ فرمول و اینا حالا زیاد حفظ نکن، با مثال سعی کن برای خودت جا بندازی. آره، فاعل رو میاری، بعد have و has میاری، has been میاری نسبت به فاعلت، بعد فعل رو با ing میاری. اوکی؟ بعد از been فعل رو با ing میاری. مثال رو دقت کن. I have been studying English. یعنی یه مدتی دارم انگلیسی میخونم. I have been. میبینی فاعل این همون سابجکتمونه I. have been با I have میاریم، به خاطر همون نوشتیم have been. بعد از have been فعل با ing اومده studying. اوکی؟ I have been studying English. یه مدتیه دارم انگلیسی میخونم. اوکی؟ یه مدتیه دارم انگلیسی میخونم. یعنی از گذشته شروع شده. فرقش با حال استمراری اینه که حال کامل از گذشته شروع شده. یعنی مثلا از چند ماه پیش، از 1 ساعت پیش، یعنی مثلا از 2 سال پیش شروع شده، از چند سال پیش شروع شده. از گذشته، تو گذشته داشته انجام می شده، الانم داره انجام میشه، ممکنه تو آینده هم انجام بشه. اوکی؟ یعنی یه مدتیه از گذشته و حال داره انجام میشه، ممکنه تو آینده هم انجام بشه. I have been studying English. یعنی یه مدتیه دارم انگلیسی میخونم. مثال های بیشتر، مثلا میگم I have been working. یه مدتیه کار میکنم. I have been working. یه مدتیه دارم کار میکنم. فرقش با این چیه؟ نگاه کن، وقتی میگی I'm working، وقتی میگی I'm working یعنی الان دارم کار میکنم. I'm working. الان دارم کار میکنم. زمان حال استمراری I'm یا همون I'm working. دارم کار میکنم. ولی بخوای بگی یه مدتیه من دارم کار میکنم، یعنی از گذشته شروع شده الانم داره انجام میشه، میگی I have been working. I have been working. دقت کن، این به جای I have میتونی بگی of. اوکی؟ مخفف میتونه بشه. میگی I've been working. She has been learning English. یه مدتیه داره انگلیسی یاد میگیره. She has been. میبینی با she has been میاری. She has been learning English. یه مدتیه داره انگلیسی یاد میگیره. I have been going there. یه مدتیه میرم اونجا. I have been going there. I have been going there. میگم I have been teaching. دارم تدریس میکنم for به مدت 8 years. یعنی 8 ساله که دارم تدریس میکنم. هر وقت خواستی بگی اون مدت زمان رو، هر وقت خواستی بگی این آخر جمله میاری. اوکی؟ آخر جمله مدت زمان براش for میاری، چون for بهتر تلفظ کنی fur. اوکی؟ تلفظ دقیق و صحیح و درست گرامریش
اینا میشه for میگی I have been teaching for 8 years یعنی من 8 ساله که دارم تدریس میکنم. بگو 8 ساله که من دارم اینجا کار میکنم. بگو من 8 ساله که دارم اینجا کار میکنم. میگی I have been working here for 8 years. I have been working here for 8 years. 8 ساله که دارم اینجا کار میکنم. این for گفته بودم یعنی به مدته. اوکی؟ Yes, so nice. You have been waiting them بعد از wait بچه همیشه دقت داشته باشین یک for میاری. اوکی؟ مثلا میگی you have been waiting for them for 2 hours. 2 ساعته که تو منتظر اونایی. یه مدتیه که یک کاری داره انجام میشه. زمان حال کامل استمراری. 2 ساعته که تو منتظر اونایی. You have been waiting for them for 2 hours. اوکی؟ میگم it has been raining since yesterday. این since یعنی از. اوکی؟ مثلا میگه از دیروز. It has been raining since yesterday. یعنی از دیروزه که داره میباره. میبینی یه مدتی یه کاری داره انجام میشه. It has been raining since yesterday. You have been following me. یه مدتی منو فالو داری نه؟ مثلا اینطوری توی مکالمات روزمره. حالا به جای you have این مخففا رو میتونی استفاده کنی. به جای you have میتونی بگی you've. اینطوری you've. میگه you've been following me or not. منو فالو داری یه مدتیه یا نه؟ مثلا you have been following me یعنی یه مدتیه منو فالو داری. برای منفی کردن چیکار میکنیم؟ بعد از have و has not میاری. برای منفی کردن بعد از انگار میگی has not been یا have not been که مخففش میشه haven't been. اوکی؟ برای منفی کردن بعد از have و has یه not میاری. مثالا رو ببین. مثلا میگم they haven't been listening. اونا یعنی گوش نمی کردن. اوکی؟ گوش نمی کردن. They haven't been listening. یعنی اونا اون در اون بازه یه مدتیه که اونا گوش نمی کردن. سعی کن گرامر یه بارم گفته بودم سعی کن گرامر زبان انگلیسی رو با گرامر زبان مادریت مقایسه نکنی. چون واقعا بعضی جاها گیر میکنی نمیتونی معنی دقیقش رو بگی. معنی دقیقش رو نمیتونی بگی. سعی کن فقط کاربردش رو بدونی، ساختارش رو بدونی و اون جایی که باید استفاده کنی استفاده کن توی موقعیتش. اوکی؟ مثلا نمیشه دقیق معنیش رو گفت. سعی کن یعنی یه مدتیه یک کاری داره انجام میشه یا یه مدتیه یک کاری داره انجام نمیشه. موقعی که منفیه. مثلا میگی We haven't been watching a film. We haven't been watching film. یعنی ما در حال تماشا کردن فیلم نیستیم. ما الان یه مدتی که فیلم تماشا نمی کنیم. We haven't been watching film. I haven't been teaching for 10 years. من الان 10 ساله که تدریس نمی کنم. اوکی؟ I haven't been teaching یعنی من تدریس نمی کنم. من در حال تدریس کردن نیستم. 10 ساله. For 10 years. میبینی یه مدتی یک کاری انجام میشه. حالا اگه منفی باشه یه مدتیه که یک کاری انجام نمیشه. تو این جور مواقع از زمان حال کامل استمراری. I haven't been studying English. یعنی یه مدتیه که انگلیسی نمیخونم. مطالعه نمی کنم. She hasn't been working for 2 days. 2 روزه که داره کار نمیکنه. یعنی 2 روزه که کار نمیکنه. She hasn't been working for 2 days. She hasn't been working for 2 days. پس برای منفی کردن بعد از این hasn't و بعد از این
haven't اینا not میاری که این مخفف بشه به این صورت میشه. برای سوالی کردن have یا has رو میره اول جمله، میبری اول جمله. اوکی؟ have یا has موقع سوالی کردن میره اول جمله. مثال میگم have you been waiting for them. ببینید اینجا for اونجا جا داده بود. میگیم have you been waiting for them، یعنی الان منتظر اونایی، الان یه مدتیه که منتظر اونایی نه؟ Okay, have you been waiting for them? Have you been following me? منو فالو داری؟ اوکی، میخوای ببینی مثلا از گذشته تا الان فالو داره؟ اوکی، have you been following me? Has he been learning English? الان یه مدتی داره انگلیسی یاد میگیره. داره انگلیسی یاد میگیره، یعنی مثلا از گذشته شروع کرده الان هم داره یاد میگیره. اوکی، has he been learning English? How long، اکثرا سوال های زمان حال کامل استمراری با how long میاد. How long یعنی چند وقته، یعنی چه مدته که. اوکی، how long یعنی چه مدته که یک کاری داره انجام میشه، یا چند وقته، چند وقت یا چه مدت میشه how long. میگم how long has it been raining، یعنی چند وقته که داره میباره، الان چقدر زمانه که داره میباره، چند وقته که داره میباره. میگی how long has it been raining. یا میگم how long has he been working، الان چند وقته که داره کار میکنه. میبینی این کار کردن از گذشته شروع شده، زمان حال استمراری نیستا. فرقش هم اینه که از گذشته شروع شده، انجام میشده قبلا، الان هم داره انجام میشه و ممکنه تو آینده هم انجام بشه. میگم how long has he been working، یعنی چند وقته که داره کار میکنه. اوکی، میگم how long have you been teaching English، چند وقته که داری انگلیسی تدریس میکنی. تیچ میشه تدریس کردن، فعل رو با ing میاری. اوکی، میگم how long have you been teaching English. How long have you been learning English. How long have you been learning English. چند وقته که داری انگلیسی یاد میگیری. How long have you been learning English. چند وقته که داری انگلیسی یاد میگیری. بگو من 2 ساله که دارم انگلیسی یاد میگیرم. ببین یه مدتیه یک کاری در حال انجامه. بگو من 2 ساله که دارم انگلیسی یاد میگیرم. I have been learning English for 2 years. For 2 years یعنی به مدت 2 سال. الان 2 ساله که I have been learning English. دارم انگلیسی یاد میگیرم. Yes, great, so nice. مثال های بیشتر بزنین. مثلا بگو که من الان، بگو منفیش، بگو من الان 2 ساله که صبحونه نمیخورم. من الان 2 ساله که صبحونه نمیخورم. Yes. میگی I haven't been eating breakfast یا I haven't been having breakfast for 2 years. I haven't been having breakfast for 2 years. مثال های بیشتر. فقط اون have been یا has been رو دقت کن. اون been رو جان انداز. اوکی، been باید بیاری. مثلا بگو که من الان 5 ساله که دارم میرم باشگاه. بگو من 5 ساله که دارم میرم باشگاه. میبینی یه مدت زمانی یه کاری داره انجام میشه. میگی I have been going to the gym. I have been going to the gym for 5 years. I have been going to the gym for 5 years. Okay? بگو من الان 2 ساعت we. Okay?
بگو ما الان 3 ساعته که منتظریم اینجا. یا بگو ما 3 ساعته که منتظریم. الان 3 ساعته که منتظریم. Yes, come on, tell me in English. You can do it. You can tell it. بگو 3 ساعته که منتظریم. خیلی کاربردی ها این زمان. میگی we have been waiting for 3 hours. We have been waiting for 3 hours. 3 ساعته که منتظریم. سعی کن این گرامر رو بزن جلوت، با مثالهای بیشتر قشنگ شخم بزن این زمان رو. هی بگو من 3 ماهه که فلان کار انجام میدم، یا اون الان 6 ساله که فلان جا زندگی میکنه. یه مدتیه یک کاری داره انجام میشه. هی این رو بگو با مثالهای زیاد برای خودت. بگو مثلا من الان 3 ماهه که اینجا میمونم. موندن stay. اوکی؟ مثلا بگو که الان 2 ساعته که داره فوتبال بازی میکنه. 2 ساعته که داره فوتبال بازی میکنه. مثلا میگی he has been. برای she و he و it has بیار. اسامی هم مثلا علی حسینینا has میاری. میگی مثلا he has been playing football for 5 hours. 5 ساعته که داره فوتبال بازی میکنه. He has been playing football for 5 hours. سعی کن برای خودت مثال بزن و بگو که یه مدتیه یک کاری انجام میشه یا یه مدتیه یک کاری انجام نمیشه. میگم how long have you been. چه مدته، چند وقته که. How long have you been looking for your sister. الان چند وقته که دنبال خواهرت میگردی. گشتن دنبال چیزی میشه look for، ولی اینجا باید ing بگیره چون ساختارشه. How long have you been looking for your sister. چند وقته که الان داری دنبال خواهرت میگردی. الان همینو تو بگو الان 3 ماهه که دارم دنبال خواهرم میگردم. چطوری میگیم؟ استوب بزن بگو بعد ادامه بده. How long have you been living here. چند وقته که اینجا زندگی میکنی. How long یعنی چه مدته، یعنی چند وقته که تو داری اینجا زندگی میکنی. میگی how long have you been living here. How long have you been living here. با من آسونه. گرامر رو با مثالهای بیشتر یاد بگیر. اوکی؟ برای خودت سعی کن مثال بنویسی، مثال بگی، سر کاری اوکی پشت فرمونی همونطور که نشستی سعی کن با ساختارها برای خودت مثال بزنی، با صدای بلند تکرار کنی. Yes, this is the way. با من آسونه.